اینترنت میآموزن، امروز کامپیوتر میآموزن، ما طرفدار هستیم که امروز جوانها کامپیوتر آموزن، اینترنت آموزن، زبان انگلیسی را دانند، زبان عربی را دانند، همه زبان دانند. لیکن میگوید میدانید که در داخل اینترنت اینا چیکار میکنند؟ اینها با طریق اینترنت زنا میکنند. چگونه در اصل وجود داشت و این داشت. این حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دعاش گفتند اللهم اینی احرج حق الضعیفین. ببینید من در پیشگاه پروردگار بالای این دو انسان ناخوب نادرکار دعوا دارم. من دو انسان در پیشگاه پروردگار بالاشان دعوا میکنم. اینا گویم بنده های گناهگار خدا هستند. کیا باشند؟ یکم آن شخصی که حق زن پایمال میکند، دویم شخصی که حق یتیم میخورد. کسی که حق یتیم میخورد او یقین است که پروردگار در قرآن گفت تو حق یتیم نه، تو بلکه آتش دوزخ میخوری. تو هیچ وقت حق یتیم نمیتونی خورده، بلکه برای تو آتش های سوزان پروردگار منتظر است. لیکن کسی در دنیا هم در حق زن همچنان ظلم میکند، میگذارد که پدر او را دشنامهای بی‌معنی دهد. دادرای این جوانمرد، این ناجوانمرد از جوانمرد هم نیست، این ناجوانمرد دادراش و دشنامها و حقارتهای بی‌معنی کند. تو ظالمی دادر عزیز پیشگاه خدا در جواب میگویی. تو تصور نکن که من زن زیر لط کوب قرار دادم یا زن دشنام دادم یا زن از خانه پیش کردم. مقصد در اینها تو گویا که جوانمرد باشی و تو گویا با غیرت باشی و تو گویا یگید باشی در بین. نه، تو پسترین جوانی به نام خدا، تو خلاف خدا و خلاف گفته رسول عمل داری. چگونه جوانمرد میگوی خودت؟ چگونه جوانمرد میگوی؟ برادر عزیز و گرامی، زنها باید مورد احترام قرار گیرند. من دیروز در یک معرکه یک حدیثی را خواندم. شب معرکه بود، همراه مهمان ها هم حضور داشتند. حبیب خدا میگوید احب العباد الی الله تبارک و تعالی انفعهم لعیالی. شما ببینید بهترین بنده در همین مسجد ما و شما حاضر، خدا را شکر تا 4000 آدم جمع می شود با حساب برادرای ما و شما. از این دم بیشتر جمع می شود. حساب کنید که در بین همین 4000 مرد جمعه خان کدام ما بهترین مرد در پیشگاه پروردگاره؟ کدام ما را خدا دوست می دارد؟ جوانی عزیز، من الحال درباره محبت خدا و رسول برای شما یک لحظه بیان کردم. کدامی تو در پیشگاه خدا محبوبیت داری؟ کدامی تو را خدا دوست می دارد؟ همان جوانی که یک ساعت اگر از خانهش دور باشد زن او بیقرار شود، فرزندای او بیقرار شود، در انتظار این پدر باشند. کدام وقت زن بیقرار می شود؟ کدام وقت زن فرزند ما را منتظر می شود؟ وقتی که ما خوش اخلاق باشیم، وقتی ما اخلاق حمیده داشته باشیم، وقتی ما با زن و فرزندان مراسای خود داشته باشیم، اونها را حرمت کنیم، به قدر اونها رسیم. این حالت در زنم دوستمان می‌دارد، فرزندانمان هم دوستمان می‌دارد. برادر عزیز و گرامی، حبیب خدا گفته ایستاده است، این سخن معلم بشریت است. باید ما در خانه چی باشیم؟ بسیار مرد حلیم باشیم. چگونه پیغمبرمان مرد حلیم بودند؟ آخه حبیب خدا که در خانه می درآمد، مادرامون میدویدن از پیشانی و از دست پیغمبر بوسه میکردن. من انشاءالله این صحبت دارم، باوری دارم که خواهر عزیز ما اگر این صحبت ما را شنود دست و پیشانی شما را بوسه میکنه. انشاءالله از خدا من امید دارم، باوری دارم و دعا میکنم که خدا این خواهرای ما را، این زنهای ما را از جمله آن زنهای گرداند که وقتی که شما خانه در آمدین و در آمدن شما چهره هاشون کشاده شود، قوقهاشون کشاده شود، شما را دوست دارند، دست شما را گرفته بوسه کنن و شما را خوش آمدید مثل مهمان قبول میکنن، مثل همون شود. ببینین وقتی که ما در خانه که در آمدیم، اولین عملی که ما باید در خانه انجام دهیم دادر عزیز این چیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دادر عزیز، تو گناهگار نمیشوی که زن سلام دادی.
تو یک زن بیگانه را دستش میگیری یک ساعت میمالی کو. یک زن بیگانه اگر دست در دست تیا با بعضت اون قدر از خدا نمیترسی که دستش نمیکشایی دیگر، دستی او را میداری در دستت. حالا که در هر لحظه او در داشتن او تو مسئولیت، تو یک گناهگاری در پیش خدا داری که تو دست یک زن نامحرم در دست داشتی و تو را میفارد دست مالیدن، تو را خواهی شد سلام کردنی بازم باشد. آخه در یک روز 10 بار بازن خودت سلام کن دادر عزیز، بازن سلام کن، دستش بمال، دستش بوسه کن و گناهی نیست. ببینید گناه نبودن با پهلوی دیگه شو ببینید. حبیب خدا میگه وقتی شما دستتون دراز میکنین و وقتی که دروازه را گشادین زنک دیدین السلام علیکم و رحمت الله گفتین، دست که دراز کردید دستش که در دستت گذاشت اونم از اون جانب السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله گفته، دستاتون در دست یکدیگر چسبانیدین. ولی دستاتون یک لحظه داشتن پس کشادن که الله مغفرت گناه شما میکند. هر کی شما را هم زن هم مرد خدا گناهاش مغفرت میکند. ببین بازن حلالی خود سلام کردن چی درجه دارد، بازن بیگانه چی معنی دارد. دادر عزیز آخه این از تعلیمات اسلامی ما. با توانی اگر ولی شما کینا را هم از کینا تماشا میکنید، من گاه خودم نگاه میکنم، وقتی که نگاه میکنید در مردم روس وقتی که خانه میدرایند دیدن یک دسته گل در پشتش پنهان میکنن، در پشتش پنهان است و مقصد دروازه را همون زواناک میجقد. وقتی که زواناک زیر کده میشود دروازه کشاده میشود، مثال زنکش میبراید خیلی اما با زبان خودش خوشامدیش میکند. اولین چیزی که برای زنک نشان میده دسته گل است. ببین وقتی دسته گل از زنک میبیند دیگر خودش در بالای مردک میپرتاید. خوب میلش آخه شما هم آخه سنت ما هست، این سنت رسول است. شما هم یک دسته گل گرفته برید، شما هم یک خوشبویی را گرفته برده، مثال سلام که کردی از کیسه که دوباره یک خوشبویی را در دستش بده. آخه همون خوشبویی را که استفاده برد با کجا میروه؟ با پیش خودت میاد. آخه ای بوی خوشی همون تو استفاده میبری دادر عزیز. همون یک خوشبویی نمیجه یک سامانه، 2 سامانه، آخرش 5 سامانه، لیکن دل برداریش میدانی چقدر معنی بلند دارد. این است آن چیزی که خدا از ما میخواهد. رسول از بنام پروردگار چیزی از خودم زم نمیکنم، چیزی از خودم در این بین نمیدرارم. آن چیزی که میگویم برای شما سخن خدا و سخن رسول است. برای من شما در زندگیتون چی قدر حیات دارید؟ 50 سال حیاته. ولی بعضی دادرای عزیز که ما هم کوی بین شماییم که ما هم همین مردمیم، ما هم همراه شماییم. ولی بعضی پدر و مادر بعد بچه ها را نصیحت میکنن، عروسه که نو آورده خانده، نو آورده مقصد چقدر دوستش میداری. بچه هایی که روز اول زن گرفتن چخیل است، یک محبت های یک عجیبه یا که دیگه ای پیشش دور نمیره. همین شهرم که رفتی تیز بگشته بومی بیایی. مقصد همین خیلی یک قوه داره که انسان به خودش جذب میکنه. مقصد محبت داری. ولی پیشش ندر آمده که آتا و چت خیرات میکنه. بچه همی جویو این قخته بالای زنک دنه پرتو. ولی نصیحت های کلانترهای ما در همین عروسیش بزن بچه همین خیلی است. خود مانیم نید اما من بین یک دیگر صحبت بزن بچه. من دیگر جا را بها نمیتونم، من خود اون چه که در بین خودمان میبینم. بچه هم بزن. عروسه در عروسیش گفتن بزن علاوه چشمش بگی نه او چشمانه نه آتش مانه نه اولادش مانه او سیاست شنان که عاقبت بچه هم خار میشه. آقا ببین خلاف گفته ای خدا، خلاف گفته ای رسول. اینجا در جوانی عزیز وقتی پدر مادر همین نصیحت در شما کردن، حبیب خدا میگه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. وقتی اینا خلاف گفته ای خدا و رسول گپ دادن، بگو پدر و مادر من تو را از جان من دوست میدارم، از زن من دیده دوست میدارم، لیکن این نصیحت نادرستی تو را قبول ندارم. پدر عزیز، مادر عزیز، تو مرا یک بار برای محبت زنک تربیت کن. آخه تو خودت قطعا پدرم 60 سال فقط زنازن کردین، دشنام کردین، اما چیزی نه آموختیم. حیات ما را میخوای مثل حیات خودت کنی. برادر عزیز و گرامی، آخر
این حیات ما واری حیات شیرین باید نباشد. همه رسم و همه سنت های رسول ما را دنیای غرب گرفته است. ما در فقط و فقط همون اخلاقی پسترین و سخنهای نادرست در بین ما گذاشتن. ما همین روزی دراز آلی ببین کدامی تو در یک هفته جنگ نداری، حتمی در یک هفته جنگ داری، دشتام داری، قهری داری، زنازن داری. برای چی؟ سببش در چی است؟ زیرا که ما لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه را در بالا کتاب دروازه من شعار نکردیم. ما را خدا گفت که این حیات پیغمبر، زندگی پیغمبر، یک کتابچه که امروز خدا را شکر فروخته می شود، یک تکش خودت بخوانه، یک تکش زنت بخوانه. شما زندگی نامه پیغمبری خدا را برای خود دستور حیاتتون قرار دهید. کنه بینید در حیات شما چه شیرینی ها، چه خوشبختی ها پیدا می شود. این است دادری عزیز. چی بود است که من زن از خانه پیش کردم، زن ما زدم، زن ما دشنام زدم. این اجازت نیست دادری عزیز. این حقارت ممکن